هموطنان عزیز سلام، وقت همگیشون بخیر. آرزوم خوب باشین، بخیر باشین، در هر گوشه دنیا که هستین حالتون خوب باشه. از دل خیلی خوشم دین در نو برنامه ازمو همونطور که ویدیوهای قبلی را دیدین که مسافر ازمو بخیر ما دهانه رسید دیگه. اینالم امروز یک کمک فرصت پیدا شده دیگه. مو میخوایی اینی ساگار واس کنی که بلده ازمو چیز خیلی نشانی ورده، چیز خیلی نشانی نورده، از راه خیلی دورم ده دیگه. شاید اگوست خیلی خوب دگیرم باید خود دیگه از وقت مسافر باید امی سوقاتی آرده خیلی مهمه دیگه. آدم چیم درایه که باش چیز خیلی سوقاتی بلده مورده، چیز خیلی نورده، شاید اگودن آیفون هم باشه، شاید هم نباشه دیگه، ما خبر نیم دیگه. از دل تا آخر ویدیو قنجقیزمو باشین، لایک سابسکرایب کامنت از یادتون نره دیگه. موریم طرف ساگار وازمونیم دیگه. داخل چند گفتنی درم بازمیش شما گوش کن، نظریات رو قنجقیزمو شریک کن دیگه. تشکر از این خیلی کامنتای قشنگ بلده ازمو میدین. خب بسم الله نواز کنی دیگه. خواست کنی؟ که مو خیلی انتظاری دیگه واز کنی که قدر ساگای کتکتر آده پیش مشته و نیزیست خیلی است ما دیگه نال اینش دیگه یک سرایش ما بودم مزیل بششیم خوازیل بشیر ما خبر نید دیگه. این در دل از ما باش تمامش ما بگیم تمامش از مایه. اینش از خانواده از میه، ایش از فامیلایه. خب از دل اینی ساگ ریزر که مینگرنین اینی بلده خانه خورده باز اینی را از عزیزی که لطف داره محبت داره خیلی وسایل زیاد ریگ ده از مو کده زیادتر شده دیگه. خب بازم خیر جانش جور باشه دیگه. نالموز خودون نشان میدی از واره نشان دیده نمیتونی به خاطر که از خودون چیه دیگه. باز اگه مود ویدیو نشان بدی با شاید ناراحت شنه آزردش نه دیگه. ای خمر بود از مون نمیشه. باز ما بخبر آردم پیش قشته ما منی آردم منش حتما آیفونه. خب از دل تا جای خبر دارم اینیش کسته ایلا به خاطر که ایلا زود تلفن خیلی خوبه. شما در کمین بگیم که از کجا آمده که ایلا آرده. البته او جایی که ایل میره خیلی جای مشهوره دیگه. اینیش هم یک دنه شده که نفرا تلبیسه دیگه اما خودی در پشت کمره درم سیل مونه دیگه. شانس از ما شاید این ساعت از ما باشه خبر نیم که از ماست یا نیسته. یک دمه ساعته ولی بنظر مزمانیه هستی یا نیه هستی یا نیه اینچه مشخص کن چانس کنده دیگه. دوستایی بنظر مزمانیه دیگه. هزار کس هست نیگ و مبارکش نه دیگه. اون گبزده نمیتونه در پشت کمره یعنی مگه بردیم چکا کنین دوستا خواه دیگه عزیزا باشتی. او مای گاد یک چیز خوب پیدا کرده البته از این کسته منیشی ام اکل بوده دیگه. منینی کسته خیلی چیزای خوب پیدا شد دیگه. اینی میشی بنظریم خبر نیم از ماست یا نیست. دو دنه گردوبن قلبیه دیگه. اینیش هم همونتی که میگرنیم گردوبنه از ما نیه دوستا دیگه. اینی ها اطرایش هست از به خاطر که این وسایل ها از مرسنده دیگه. است درون است مقصد یار کارتن هایش هست اطرایش هم هست یار جای به جایش ده بیشی عطرش خیلی عطرش نیه دوستا. باش ما ایناش که عطرش نیه باش اینیش هست از عطرشی دیگه. باش ما سل کنم این چطور بوی داره و چیز کم است اینی از دل اینیم کست عطرشی دیگه. اینیم کست کارتن چه مقصد ای بلده فامیلا آرده ولی خبر نیم از خانه یا از دی فامیلا در فامیلا خیلی نیستی دیگه. اینیش هم مربوطی انزیم شد که ما کارتن چه نشان میدادم خوش نبود دیگه. اینی ها بلده فامیلا بلده خانه دیگه. البته یا از عطرش خیلی خوب شد گفتن اگو نفرا برند اینیم از دیگه عطرشی که آرده آدم که به سوقاتی نمه این اصل سوقاتیشیه. اینی دیگه عزیزا این یک چیزیه که ما دلیم درام میشه باز کنم بخورم دیگه. یعنی کل یک جای مخری ولی تانا نمیشه بخوری دیگه چرا که نفرای پشت کمره هم است دیگه. بس اگه ما بخورم یا دلایش هم میشه همچنان شما از این دنظریم گازی اصفهانیه دیگه. ما برای اولین بار میخوایم تست کنم باز مخریم مزهش کنجره شما از قصنم
دیگه با شما قضاوت کنین. دیگه از این دو دنار ده بخاطر که یکش از فامیل از مویه یکش فامیل راجع مثلا که دوام اینجا نزدیکه. دیگه اینی خورمای از او جای خیلی مشهوره، خیلی خوب شیه دیگه. البته ما زیاد چی انتظار از این خورما بوده که این را باید بخوری که چطور مزه میگه. دیگه از آیه یاش خودن چه خبر این که شامپویه، ایش هم کسته شامپویه. دیگه ایش کسته این خودن چه خبر این دیگه از این بیزی زندگی نمیشه. از خاطر که ما نداشتیم ایرم لطف کده مهربانی ده. البته از این دودنه که در خانه منده بلده آردی مرده دیگه اینا لینیش بلده ازمون نیک مبارک کنه دیگه در خوشی استفاده کنی شما از بلده ازمون یک دیسته این دیگه ما دیسای بلده اینا خودم دیست نیست دیگه این یک دنه جراب خیلی گرمی زمستانی رو در بلده آجم یک درجن ندن زریم واش شده یک درجه نه واش شده از خاطر که در بادر از خودم چیم خبر دیگه کاسایلار میزنه تید بادونه دیگه یعنی منی پلاستیک بود دیگه خمیر دمدار ده که خیلی خوب شیه دیگه نیام کسب رشیه اینه پلاستیک شده خب از یک چیز خیلی مهم که در اینش خیلی بدرد مخوره اینی بلده مچر هم ده تیستو خیلی مچر را ایر دبخ کده ای اما مچرار کس نموک شده دیگه باز آدم میتونه راحت بیشه استراحت کنه مثلا مچر از اینجی که مچر بکنه سلدان نمیشه که خدا شکر در فامیل از مو هیچ کدام تجربه نکده ولی همون کسایی که شنیده یا دیده مگه 60 دن از سوزن باید دور ده تا خوش کنه دیگه خدا را زار شکر موشه خب از دیگه ایش منیش کسا کلا انزی سوزایه ایش هم دیگه یعنی شما خودانشم سری کن که خیلی میتونی نشان بیدیم دیگه روغن زیتون بلده ای که مو زیاد اینجی ناجر میشه استوغان درد میشه دیگه بازی استفاده کنی از این چند نبود سیره نشد اینه زایت نفت دیگه هم بازم من در کارتن چه درک نداره خود چست خیلی کارتن زیاد مهم نیم خود چه بسلامت انده که مختارش کنی دیگه از اینیش کسته بلده از مو خیلی از رای دورم ده دیگه که انشالله ایرم باز مو زحمت میکشه دیگه جایشم خالی دیگه اون نفر که یک دفعه چه میگذار نظرم خیلی خوش داره دو دنه یا؟ اینه بازی رقم از دو دنه دیگه یک بلده دو نفر مثلا موی نفر زیادی شراکت خب دیگه چیز منده اینی دو دنه از مایه بلده موبایلیم بلده می که همیشه وقت استفاده نم ده اینجی پیدا میشه ولی اونقدر که ساده باشه خوش باشه ما پیدا نتونستم دیگه این میارم بلده از ماره یک ده خیلی مقبوله دستون درد نکنه دیگه بلده از ماره یک مبارک شما نم خانه شاباد ایش هم از همو چرب زیتونه دیگه ما یه چیز واز کنیم روغن زیتون دیگه اینی پوماد بلده پای درد زانو درد استفاده میشه دیگه این اعضای خلاص شد دیگه از مو اینی قدر بود اما منده هنوز یعنی اعضای کلا بلده درد از خاطر که لازم میشه نالی برسه گلی از تو بینم دیگه ایش اعضای که ما واز ندارم ایچر که مربوط از مو نمیشه دیگه دیگه بعدی رو بگیر یک قیچی یک چاقو این بجانی یه لک یا لیر مواز بکن استم کیزی نه اون قیچی نمیشه نه ازی دوست مفيد نوع خيره يا بسم الله خیچی کمش
دوستا یک جورایی یک جورایی قطعه دیگه مسته دیگه شال کامپیوتری رنگ شیل از خود چیه؟ از کی؟ از تو ما اون دارم شد اینجی شال قدر اینیش کسته از مایه کامپیوتری البته دل خوش نکنید دوستا گفت دیگه ایش هم موضوع کامپیوتری بلگی وری سرمهی دیگه ازا یک دنه خانی خیلی نوربند دیسکوگی؟ آن دیسکوگه از لالتی از کدام مالی ما؟ همون لالتی این کامرامین شریفه کامرامین موسموس هم بونه دیگه خدا بلدش نیک مبارک کنه دیگه ایر مکرم در روز دامتی خوب شید خیلی خوب شید واقعا دنزل می پتنوسی دوستا خیلی خوب شید یک دنه بلدش خوب بود دیگه این کس رنگی لاجوردی کامپیوتریه خب اعضایش کلن دواییه خب دقیق سر کن یاش کلن دواییه ولی این کس اعضا مربوط از اون نمیشه اما یک دنه پندش مربوط از اون شد دیگه ساختن مثلا این وسایل در آب تیپ میشن کاره یک کس از دوستا و اعضای کریکت دیگه اونا خبره باز اینا ویدیو پسند دیم باید وسایل خود دیگه دوستایش هم لباسه از خود چیه؟ اسکامبوجی دمی دو دنه ایدن زن نه؟ موضوع نگفتنم نه سرمرز تازمه دو دونه بوجی که سرمرز فارم نبوجی آره نیست خیلی؟ ای گولیه خب دوستایش گلی مردم دیگه از خاطر فندک شده خواهی زیدن روش باز کنه خب دوستان این دلده این دیگه این مربوط مردم میشه ای چه خسکران یک سره؟ یک سر بود دوستان زا یه روغن زرده ولی متاسفانه خیلی گرباریده لباس سفید خراب شد کالاها رو ریش وقته خب از دار کس نشانی را اینه از پیشم خواهیش نم اینقدر نشانی را اینه کن بخاطر که یک نفر وقتی از یک جای مسافرت مونه یا مسافر میشه دیگه از مسافر دو پشیمان نشنه خب یک سر دلده یه میخواست کم شک نیم سر دو سر بایه اینقدر مردم چیز رقم بیره اگه خدا چه محیارم یک جای برین آدم زنده که مثلا یک کم حد یک کیلو نشانی ببرین نمورین خدا راستی اون به این شرایط که مثلا مست خیلی خرابه و وسایلات سختی تیر میشه نفر خیلی سختی تیر میشه نفر تکیه دفعه دوست دوباره خواه ده خیلی سختی میاد دیگه اینی نشانی شما خیلی زیاد چی واقعا آدم را ناراحت نه به انصافیه دیگه امورا یک کیلو از یک کیلو کمتر باشه خیره ولی زیاد چی واقعا نامردی دیگه باز بوجی معلوم شد که خیلی یک چیزای خوب در این بوجی است دیگه قدمش نیک نه یک دنه یخنی خیلی جلجلی و بلبلیه دیگه ایست کیه؟ ایست خوندش خوندشی؟ خدا بلدش نیک مبارک کنه دیگه ایشم پالایشه دوستان ایست کیه؟ یه رمت دو ساعتی یک بود یک چیز خیلی خوب پیدا این دوستان شما گفتین البته اگه از خانه نبودم ولی اگه ما تقسیمی تو میگیرم قرآن اگه یکی بیارم بفهمین دیگه دوستان چیزا
صدا میگیم باشتی دوستا قروده به خدا قروده ای خبر نیم از خانه میدن داریم یه از مردم از خاطر که اینی که خیلی محکم بود یا مثلا کس از داشت دست نمید ملک با تصمیه بیت نداریم قروده ما توی اقدام دسته دیگه اینیش هم کسته خوب کارت باید از تو نشان نمیداد چه نشان میداد چیز زنده بود تکنازه خسته کنید میشه خیلی خیلی مرکز خدا همون تا دوستا میگرین این بادام نامیده همین خوب میده هم کردین خیلی بیشتر رفتیم خدایی اینی خیلی گرنگه به چرا دیمیره؟ لباس خب دوستایش کلن اینزی لباس های چادرهای خیلی متنوعی بلبلی رو رفت دوست هم از قمی خال درم دیگه ایشو آرکس گریف ماده خسیش نه جرسی یا از خانه یا از مردمه از خانه دیگه این هیچ کس بلده کوگه ولی خیره دیگه این هیچ هم کس از دو دامینه که ازید قبل ما خیلی منتظرش بودم دیگه این نمادک چقدر مادرم بسا درک جوان بیچی پیازیشی چادرشی نه اینه تایی دو نفرای پشتی ازایشی اصلا نکی خیره مو خودم فامیده دیگه چیزی دخوام در یخی ها خیلی خوب مزه میده خب از یک چیز خیلی مهم که قیمت بود موز کابل خواسته این یا من در دست از مرسته در گرنگه چطور هم باشه این چیزه؟ ایش کس دفتر نکنم این جریزه منده شکریه دوستا خب دوستا ایش ده امو تکی میگرنین باش ما بگیم کامرامین که نفرم این جسته یک کاپ بگیم که ما نشان بگیم بلده دوستا عزیز ایش کس اینی تکی بوش منین کشته دیگه ایش تنظرم از خانه اینه ایش دوستا از خانه دیگه اینی بس چیزایش که نشان دادم واقعا از مردمه دیگه امایی که نشانی رایک ده خو زنگ زده خبر هستن دیگه باید نوستایلای که بودیم دیگه اینیاش که از موی خمو غمش مخری اشمو کسی اونویه دیگه کسی اینجا بود اینیار باید بودیم دیگه در آخر میگیم از بازم بچه‌شون تکرار میکنم که راه خیلی خرابه دیگه نفرا خیلی دسختی میگه خود چی جور سالم تندرست حتما باید دفعش فامیل که برسه این میتی تنی مده دیگه شما خواهش نم که نشانی که این کم ریتیم مثلا یک نفر مجبور نکن که همون وسایلتون را دادان را دادان بپرسه کنه آدم موقع وقتی خود آدم خود اختیار بده نکنه اونو وسایل اضافه دیگه مجبور آدم رو دادش پرسه کنه ولی نه دیگه دوستا این بود از برنامه از اینکه مو نشانی رو واسه دی وسایل رو واسه دی واقعا دست درد نکنه
خیلی چیزای خوب آورده، خیلی چیزای با ارزش آورده. باز از اون مهمتر شکر که خود جور و خوش به خیر میگه در خانه در فالویت میدم خیلی خوشحالی دیگه. منتظر حمایت های خیلی گرم شما هستم. برنامه همراه دوستا و فامیلای شیر کن دیگه. شکر که مسافر از من به خیر آمدک. این نشانهایش بود که واس کردی دیگه. جای آبی مزیا واقعا خالی، جای فامیل مو دیگه. کاش که ما بودیم در کنار هم خیلی خوش بودی، خیلی خوشحال زندگی میکردی. ولی ایالی که نیست هم خوش باشین انشالله. با امید از روز که در کنار هم باشی همگی از مو دیگه. در دیار غربت نباشی، از دیگه دور نباشی دیگه. از آن میقدر فعلا هم بنده شما وقت خوش آرزوم جان جور. مو کم کم کارهای دیگه داریم، منتظر از او برنامه باشین دیگه. اگه گفتنی داری؟ خب دوستای عزیز تا برنامه بعدی، خداحافظ.